به نام خدا. سلام، من فرشید صدیقی هستم و شما نخست تیوی رو تماشا میکنید. در این برنامه گفتگویی دیدنی و جذاب داریم با یکی از کارآفرینان شایسته کشور عزیزمون ایران، استانمون خراسان رضوی و شهرمون مشهد، جناب آقای حمیدی. کسی که عمری رو در راه اندازی کارگاه‌ها و کارخانه‌های مختلف سپری کرده و امروز با افتخار ضمن اشتغالزایی چند هزار نفری و صادرات چند صد میلیون دلاری نقش عمده و ویژه‌ای رو در صنعت استان خراسان رضوی ایفا می‌کنند. جناب حمیدی عزیز، بسیار خوش آمدید به برنامه ما. باعث افتخاره که در حضورتون هستیم. نظر لطفتونه. مطلبی که فرمودین من هر کاری که کردم انجام وظیفه بوده. یک سری شما سوالی فرمودین که من یکی یکی جواب میدم. در مورد سوال اولتون که 60 سال در صنعت ماندم، اگر امروز به 30 سالگی برگردم باز هم این تصمیم رو میگیرم یا نه؟ بله، 100 سال دیگر هم اگر برگردم این تصمیم رو میگیرم، چون صنعت را ستون استقلال و اقتصاد مملکت میدونم. مملکتی که صنعت قوی داشته باشه استعمار کمتر میتونه اذیتش بکنه، کمتر میتونه مزاحمش بشه. و این اندیشه که توی ذهن شما شکل گرفت خیلی نکته ارزشمندی رو والا من از وقتی که یادمه دانشجو که بودم فکرم یه خورده سیاسی بودش. حتی زمان قبل از انقلاب تو زمان دانشجویی دوبارم آبخنک رفتم، یه 30 روز، یه 31 روز، و تو تظاهرات دانشجویی خب حمله میکردن و یک در میگرفتن. یک دفعش تو خیابون بود، یک دفعش هم اعتصاب غذا کرده بودیم توی دفتر سازمان ملل در تهران نشستیم و پیشنهادمون هم این بود که اساتید دانشگاه که زندانی هستن باید آزاد بشن، اگر نه ما به اعتصاب غذامون ادامه میدیم. بعد دیدیم یه جناب سرنگی وارد شد. آقا اینجا چه کار میکنید؟ ما گفتیم شما اینجا چه کار میکنید؟ سخنگوی ما آقای سلامتیان بود، نماینده دانشجو موقع که بعداً هم نماینده مجلس هم شد یه مدتی، یا یک مقام دولتی هم گرفت. چه سالی بود جناب حمیدی؟ سال 1342 43. بعد دانشجو چه رشته بودید اون موقع؟ نساجی. رشته نساجی دانشگاه امیرکبیر. بله. و ما رو برداشتن بردم، خلاصه یک بار که تو تظاهرات بود، یک بارم تو دفتر صاحب. گفتن اینجا مسئولیت سیاسی دولت ایران به این دفتر نداره، اینجا سفارتخونه نیستش. یعنی مخصوصا چون می‌ترسیدن یه عده برن اونجا بس بشینن. این دو تا خاطره بود مال اون زمان. و من معتقدم که صنعت مملکت هر چی قدرت پیدا بکنه باعث میشه که اقتصاد و استقلال مملکت قوی‌تر بشه. بزرگترین خطایی که مسئولان در این سالها در مورد صنعت و تولید کرده‌اند چه بوده؟ گسترش قاچاق، گسترش واردات کالایی که در ایران هم ساخته می شود. در صورت بزرگترین چالش هایی که باش روبرو بودید به عنوان یه کارآفرین ایرانی که مجموعه ها و کارخونه های مختلفی دارید، در همه زمینه ها این موارد رو مطرح می‌دونید یا مشخصا در حوزه چرم این موارد رو؟ نه، این که من میگم در مورد کل صنعت ایرانه. حالا من تو اینا همینطور که بریم جلو اینا رو خدمتتون عرض می‌کنم، اگه چیزی باقی مونده بود دست آخر بعد مقام رهبری فرمودن مبارزه با قاچاق واجب شرعی است. من خدمت این سرداری سپاه که هستم میگم که مقام رهبری نسبت به من یک مقامن، رهبر من هستن، رهبر مملکتم، منم میدونم. نسبت به شما 2 تا مقامن، هم رهبر شما هستن هم فرمانده شما هستن و شما باید 2 برابر من در اجرای راهنموده ایشون تلاش بکنید. چرا نمی‌کنید؟ تو هر روستایی که بریم جنس قاچاق پیدا میشه. ایشون هم فرمودن مبارزه با قاچاق واجب شرعی است. جواب نمیتونم بدم. از واردات کالایی که تولید داخلی دارد خودداری شود مگر در حد کمبودها. مثلا جنسی 100 تا لازمه، 40 تا تو ایران تولید میشه، 60 تا اجازه داشته باشن وارد کنن، نه 100 تا وارد کنن و 40 تا تولید کننده هم از بین ببرن. اگر یک مسئول بلندپایه روبروی شما بایستد، اولین جمله که به او میگویید چیست؟ وطنت را چقدر دوست داری؟
به وظایف شغلیت چقدر آشنایی و اعتقاد داری؟ اینا سوالاییه که اگر یه من بشه من این سوالا رو ازش میکنم. بله. آیا تو چقدر دوست داری؟ بله. دوست داری چه پاسخی به شما بده؟ بله. والا خب من تقریبا هم روم زیاده هم پاسخی که آشغال باشه رو بهش میگم که تو که عمل کردت با پاسخی که دادی متفاوته. من با صداقت با طرف میزنم، تو هم با صداقت با جواب منو بدی. شما در این پستی که وزیر هستی یا وکیل هستی چه تخصصی داری که شدی وزیر فلان، وزیر صنایع؟ چند درصد صنایع ایران مستقله، چند درصد صنایع ایران وابسته به صنایع خارجیه. یعنی هر وقت بخوان بیخ گروشو میگیرن. جواب داری بده آقای وزیر صنایع. کدوم صنعت در ایران گسترش پیدا کنه بیکاری کم میشه؟ میدونی بگو. صنعت پوشاک. هر چرخ خیاطی یک کارگر رو شاغل میکنه، هر 10 تا چرخ هم علاوه بر 10 نفر یکی 2 نفر میخواد برای سرویس دادن به این 10 نفر. در دنیا انگلستان با پوشاک اقتصادش رو درست کرد اومد بالا، ژاپن با پوشاک اقتصادش رو درست کرد اومد بالا، آلمان با پوشاک، ایتالیا با پوشاک شروع کردن، بعد پوشاک رو دادن به کشورهای عقب مونده تر، جهان سوم، خودشون رفتن دنبال صنایع مدرن‌تر و به اصطلاح فناورتر. من فکر میکنم یک کاری رو جدا از این 6-7 تا واحدی که دارم میخوام بزنم، انرژی خورشیدیه. فکر میکنم انرژی خورشیدی از نان شب برای مملکت واجب تره. الان خودتون میبینید دیگه کمبود برق چه بلایی داره سر. حالا یکم اخیراً بهتر شده ولی خب دوباره باز اینا خود برقی برو صادر بکنن به خاطری که از گیرشون بیاد، دوباره همون بلا سرمون خواهد اومد. خب ما در سال گذشته خیلی از واحدهای تولیدی استان خراسان از 7 روز هفته ما 7 روز حقوق میدادیم، 3 روز یا 4 روز برق داشتیم. از عالم اقتصاد بپرسین چجوری با 3 روز کار کردن 7 روز حقوق کارگر میشه داد؟ ببینید کدوم عالم اقتصاد میتونه جوابتونه بده. بله. هزینه های سربازی سر جاشه، هزینه تولید سر جاشه، نه دولت مردا به این مسئله توجه کردن، نه متاسفانه مطبوعات و رسانه‌های گروهی و رادیو و تلویزیون این حرفا. یعنی هر چیزی که دولت رو شدیداً میکشیده به چالش، یک سعی بوده که ازش دوری بکنن، بگم بذار ما کشک وارد بقوله بشیم، به در جا باید جواب بدیم. جناب حمدی با تجربه‌ای که دارید، مجموعه اتفاقایی که برای تولید کننده های ایرانی در صنایع مختلف داره میفته رو نتیجه سوء مدیریت میدونید یا در حقیقت موانع موجود؟ هر دوتا. همچین نیست که بگیم که ببین هم مدیریت صنایع کشورمون که رأسش وزارت صنایع هستش و وزارت اقتصاد و یکی دو تا وزارتخونه دیگه که به طریقی به اصطلاح مربوط هستن. شما ببینید مثلا برای صنعتگر ما میتونیم صادرات هم داشته باشیم، ولی اونقدر دست و پای صادر کننده رو بستن، ارزت باید بیاری اعلام بکنیم، ارزت باید به قیمتی کمتر از ارز بازار آزاد بفروشی. چرا؟ این حق منه. من تونستم جنسی تولید کنم که آلمان از من بخره، ژاپن از من بخره، 20 تا کشور دنیا از من بخرن. حالا شما میاد به من میگید دلارات باید بیاری به ما بدی، ما به نرخ دولت بهت ریال بدیم، در صورتی که دلار منو با 10-15% گرانتر بازار آزاد میتونه و خود شما این کار رو با اونا میکنید، بعد دلارا رو میبرید به طریقی تو بازار آزاد به دست مردمی که نیاز دارن، سفر خارج میخوان برن میدید. جناب حمدی ببخشید، بین تولید کنندگان و صادر کننده ها تعارض منافع گاهی اوقات مردم احساس میکنن. مشخصا در حوزه چرم خودتون هم اشاره کردید به خام فروشی. ما باید اینجا خام صادر کنیم بره ایتالیا، بشه برندهای معروفی مثل گوچی و زارا و بعد هموطن ما در یه سفر تفریحی بره خرید بکنه. خب ببینید من تو این صحبتی که کردم یه جایی هم نوشتید از مردم چه درخواستی دارین. از مردم درخواستم اینه که باور بکنید که صنایع ایران بعضیاشون، حداقل نمیگیم همشون، تونستن از نظر کیفیت حرفای خوبی بزنن. خب
خب این صنعتگری که به 30 تا کشور دنیا داره فرش ماشینی صادر میکنه، به 4 تا کشور دنیا داره چرم صادر میکنه، مثلا چرمی صادر میکنه، شما تازه میخوای امتحانش بکنی؟ چون بحثمون رسید به اینجا، این رو فقط نتیجه تحریم ها و مشکلات سیاسی و منطقه‌ای میدونید یا بحث عدم ورود تکنولوژی؟ یا نه عدم ورود تکنولوژی. ببینید کشور عربستان سعودی بزرگترین مشتری صادراتی من بود، بزرگترین تاجر من بود پیش از تحریم ها. بله، که اتفاقا از مشهد هم مشکل شروع شد. اینجا یک سری، حالا نمیخوام بگم کیا، ریختن کنسولگری عربستان رو زدن، شکستن، آتیش زدن. تاجر عربستانی هم رفیق من بود، دفت آمد خانوادگی داشتیم، ما جده رفته بودیم پیش اون با خانوادهش اومده بود ایران، مثلا مهمان من بودش. این یک روز بعد گفت که ملک بهم گفته که دیگه از ایران حق نداری جنس بخری، چون ملک میدونسته چون این از تجار بود که با دربار ازدواج داشته. میگه یک بارم با من تقلب کردیم، جنس رو بردیم دبی، توسط نماینده دبیمون اتیکتا رو عوض کردیم که این جنس مثلا از ایران نرفته، از یک کشور دیگه رفته. دیگه نکرد. گفت من میترسم اگه ملک اینو بفهمه دودمان من برباد میره. گفتم ببین آقای قاضی، من دوستیم با تو ادامه میدم، بیزینس میذاریم، هر وقت روابط سیاسی خوب شد که هنوز تا امروز خوب نشده. جناب حمیدی، من شنیدم در بعضی از صنایع و تولیدی ها محصول خودمون بدون برند تولید میشه، همین شیوهی که فرمودید، به دلیل محدودیت های صادرات میره در کشورهای مختلف. برند میشه دوباره برمیگرده داخل کشور خودمون. ببینید اون قرار نبوده برگرده کشور خودمون، قرار بوده بره مثلا کشورهایی که با برند ایران مجاز نیستن بخرن، ما بریم تو دبی، توی عمان، اونجا یه دفتر واکنیم، این جنس رو ببریم اونجا، یک مثلا کار آخری هم آهار دادن، تراش هم اونجا انجام بدیم، 15% کارش اونجا انجام بشه، گواهی ساخت دبی یا عمان و اینا رو بگیریم، جنس به عنوان جنس محصول عمان بره بیرون. بعد دیدن خود ایرانی هم، چون یکی از گلایی که من از ملت ایران دارم، شما چرا خانوم وقتی که فرش ماشینی ایران به 30 تا کشور دنیا صادر میشه، چرا میری فرش تولید خارج میخری؟ چرا؟ شما پسر داری، دختر داری، خب اگه دختری که داری تمام دامادا بگن میریم از دبی زن میگیریم، چیکار میکنی؟ میگیم اگه دختر ایرانی چه اشکالی داره؟ حالا یه سوال چالشی این وسط، چون به این موضوع اشاره کردید جناب حمیدی، فکر نمی کنید تولید کنندگان و کارآفرینان ما هم کمی مقصر هستن که تصویر خاطر انگیزی از برند و محصولی که تولید میکنن نمیتونن توی ذهن مصرف کننده قرار بدن؟ ببینید شما، ما بله تولید کننده داریم که وظیفه یک صنعتگر صادق و با وجدان انجام نمیده. اگه روی نیست 100% پشم توش چیزی قاطی زده. خب اولا وزارت صنایع باید، چونی به حالا اونی که تو ایران فروخته میشه به ایرانی لطمه میزنه، اونی که صادر میشه به صادرات کشور لطمه میزنه. خب وزارت صنایع باید اینو و اداره استانداردها که همه کارمند دارن، همه حقوق میدن، یکی از وظایفشون باید این باشه که سرزده وارد کارخونه من بشن. ببینید این جنسی که نوشتم 100% اکریلیک، 100% پشم، 100% پنبه هست یا نیست؟ اگه نبود با من برخورد یک آدمی که به صادرات مملکت داره ضربه میزنه بکنم. اینقدر من از صحبت با شما دارم لذت میبرم که دلم میخواد یه فضای شبیه سازی شده رو الان ایجاد بکنم. تصور بکنید این قدرت اجرایی رو الان به شما دادند که در ادارات و وزارتخونه‌های مرتبط با صنایع و تولید و کار یک یا چند قانون رو اصلاح بکنید. شما دست رو چه قوانینی میذارید؟ هر قانونی که اون قانون رعایتش باعث شده که زیان نهایی به ملت ایران و به کشور ایران بخوره، بر اساس اولویت. مثلا این قانون 100 تا ضرر میزنه، اون قانون 50 تا ضرر میزنه، اون قانون 10 تا ضرر میزنه، اون قانونی که بیشترین ضرر رو میزنه. بریم سراغ این قوانین و با راهی که امکان داره که این قوانین اصلاح بشن، بهبود بشن به نفع کشور، قانون اصلاح بشه. چون این قانون که
آیه قرآن نیستش که. قانون یک چیزیست، اختراع بشره، اختراع اون قانون نویس ایرانیه. ما اکثر قوانینمون کپی 70 80 تا 100 سال قبل فرانسه بوده. با نیازهای امروزمون قطعاً هم اکثر اینا باید متناسب. منتها او کسی هم که این قانون میخواد متناسب با نیاز امروز اصلاح بکنه باید دانشمند باشه، قانوندان باشه، به اون مسئله اون قانون در کشور آگاه باشه. مثلا مسئله پزشکیه. یک پزشک مسئول باید در این مورد نظر بده، نه یک مثلا حقوقدان. یا اگه حقوقدان میخواد نظر بده، 2 تا پزشک به عنوان مشاور بگه بیاین در این زمینه به من کمک فکری بکنید. ببینید اگر مقامات ما درست فکر بکنن، رهبر انقلاب فرض کنید میخوان گله بکنن از هیئت دولت، خب من اگه جای ایشون باشم یا نماینده ایشون باشم میگم که من به موقع گفتم واردات قاچاق به اصطلاح این دشمن مملکته، مبارزه با قاچاق واجب شرعی است. من به عنوان رهبر خطمو دادم، راهنمودمو دادم. آقای پلیس چرا انجام ندادی؟ آقای پاسدار چرا انجام ندادی؟ چرا تو یک خانم کارخونه اسمش نمیبرم شکلات سازی داره، من رئیس انجمن مدیران بودم، یک روز اومد پیش من گریه کرد، گفت که من با 1000 زحمت این کارخونه زدم، بابام گفت ورد سرمایه‌ات کارخونه بفروش ارز بکن بیا آمریکا. گفتم نه، من باید تو مشهد شکلات درست کنم. خب تو تمام روستاها شکلات خارجی وجود داره، من نمیتونم کار بکنم. فکر کنم من انجمن مدیران کاری میتونم بکنم. خب چه کسی باید از تولید کننده داخلی حمایت بکنه؟ بزرگترین خطایی که مسئولان در این سالها درباره صنعت و تولید کردن چه بوده؟ گسترش قاچاق، گسترش واردات کالای مشابه ساخت داخل، گسترش فرهنگ تفاخر به مصرف کالای خارجی. امروز یک خانم یا یک آقا، یک جوان، یک کتم مال پاریسه، بله، یک کیفم مال آلمانه، مال ایتالیاست. این بدبختی باید باشه، این ننگ باید باشه، نه افتخار. ولی تو فرهنگ ایرانی این افتخار. طرف نگاه کیفش ایتالیاییه. جناب حمیدی، تولید کننده ما در میون صحبتاتون، تولید کننده ما در داخل ایران میتونه بازار قابل اعتمادی برای خودش حالا همون کسی چرا در خارج ایران این اتفاق حالا همون کسی چرا که در دبی کنار برند گوچی و زارا من نمیتونم چرم مشهد ببینم؟ نه الان چرم مشهد در 2 تا کشور شروع کرده الان چرم مشهد. ما قبل از تحریم فرش مشهد در 30 تا کشور دنیا نماینده داشتیم. تحریم که شده الان ما به زور تو 8 تا 9 تا کشور دنیا نماینده داریم. یعنی جایی که میتونستیم علیرغم تحریم کار بکنیم. حضور پیدا کردیم. چه نمایشگاهی، چه فروش ثابت. اونجا نماینده داریم. مثلا این ماهی مثلا 1 کانتینر از ما میبره، اون 2 ماه 1 کانتینر میبره، اون ماهی 2 تا کانتینر میبره. بعد جنسای خاص خودشون هم میبرن. از نظر طرح و رنگ و نقشه هر کشوری یک ساله. مثلا ژاپن ما فرشی که می‌سازیم کوچکترین سایز فرشی بود که تولید می‌کردیم. چون اتاقاشون کوچیکه، سبک معماری ضمن فرش تو ایران معمولا مستطیله، فرششون اکثرا 4 گوش بود، 2 در 2، 1.5 در 1.5 ما میزدیم براشون. هیچ وقت دوست داشتید خودتون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور عزیزمون ایران بشید؟ خیر. چرا خیر؟ بلکه میدونستم مدلی که من کار میکنم صرف 2 روز اخراجم میکردم، کله پام میکردم، چون من به کسی رحم نمیکنم اگه خطا بکنم. نه. یک سخنرانی در کانادا هم دارم، اینو بعدا قبلا بهتون گفتم، اون رو صرفه میکنم. به عنوان کسی که 10 کارخانه ساخته، بزرگترین خیانتی که به تولید کننده ایرانی شده چیست؟ یک توسعه قاچاق به شکل‌های مختلف. قاچاق امروز میگن دست فلان سازمانم توشه، حالا اسم نمیبرم، دست فلان سازمانم توشه، یا اینا خودشونم شریکن. نه به هر حال قاچاق تو ایران زیاده. گسترش واردات مشابه تولیدات داخلی، گسترش فرهنگ تفاخر به مصرف کالای خارجی، سودآوری بیشتر سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد تا سرمایه‌گذاری مولد. غیر مولد چیه؟ شما میان یک ثروتی داریم، یک پاساژ میسازیم تو همین مشهد، شیک لوکس، 30 تا 40 تا فروشگاه. شرط اولتون اینه که فقط برند خارجی باشه، به برند ایرانی نمیدید مگر خیلی پارتیش قوی باشه.
این میشه سرمایه‌گذاریه. یعنی شما سرمایه‌گذاری میکنید که کارخونه ترکیه جنسشو بتونه تو ایران بفروشه. یعنی شما برای او دارین کار میکنید، نه برای کشور خودتون. در مشهد خودمونم زیاد شده. بله، این سرمایه‌گذاری غیر مولده. سرمایه‌گذاری مولد اینه که با پولتون کاری بکنید که تولید ایجاد بکنه، اشتغال ایجاد کنه و این حرفا. مشکل اصلی صنعت ایران چیست؟ تکنولوژی یا مدیریت؟ اینو شما قبلا فرمودید. فقر تکنولوژی، فقر فناوری، ضعف مدیریت، عدم حمایت واقعی دولتمردان، عدم توجه به راهنمودهای ذی‌ربط مقام رهبری و فقر بسیار آموزش‌های کلاسیک و تئوریک در مقابل آموزش‌های مهارتی. حالا در مورد آموزش‌ها بعداً یا همین الان بگم خدمتتون. کشور ایران دومین کشور تعداد دانشگاه دنیاست. چرا؟ چون اسرائیل دوست داره. چرا اسرائیل دوست داره؟ اسرائیل دوست داره تمام جوانای ما، چه دختر چه پسر، لیسانس بشن ولی به نان شب محتاج. و چون کار بیشتر از اندازه که لازمه لیسانس تربیت کردیم تو ایران کار نیست، پا میشن میرن آمریکا. با پول ملت ایران، با عمر جوان ایرانی، سرباز بره جبهه دشمن تربیت میکنیم. به همین آسونی. تو آمریکا رفتم شیطنت کردم، اداره مهاجرت. برای تمام اینا که از ایران میرن دوره آموزشی دارن. کارگر جوشکار 1 ماه اونجا دوره میبینه میشه جوشکار آمریکا. دندانپزشک 6 ماه دوره میبینه میشه دندانپزشک آمریکا. جراح 1 سال دوره میبینه میشه جراح آمریکا. دبیر دبیرستان 4 ماه دوره میبینه میشه دبیر دبیرستان آمریکا. نه چک زدم نه چونه، عروس آمد به خونه. این زیاد دانشگاه داشتن این زیانشه. یک نمونه واقعی از جایی که می‌خواستی سرمایه‌گذاری یا توسعه بدهید اما یک تصمیم اداری یا یک شخص خرابش کرد و برای من کمبود تحصیلات این جزء مشکلات بود و نرخ بالای تحصیلات. من بارها پیشنهاد کردم که آقا شما از این ور وزارت کار یه بخش بیکاری داره، به کارگرایی که بیکار میشن 3 ماه 4 ماه حقوق میده. این کارگر بعد از اون کار نیستش چی کار بکنه؟ خیلی از اینا به فساد رو می آورن، به کارهای خلاف رو می آورن. خب ما اگه بیان بگیم که به صنعتگری که ایجاد صنعتی بکنه که ایران نیاز بهش داره، مولد باشه، نیاز داشته باشه، وام با بهره 4% میدیم. میگن ایرانی جماعت تناب مفت بهش بدی خودشو دارم میزنه. وقتی به من صنعتگر وام با بهره 4% بدین، تمام واحدامو توسعه میدم. اصلا رویایی برای من، چون الان با پول با بهره حدود 30% میاد دست من، 27% 30% میاد. تازه همونم میگه اینقدر بهت بیشتر نمیدیم، تازه 30% 20% با تو همین بانک سپرده بذاری. من پسرم آلمان زندگی میکنه، چند سال پیش یه روز به من گفت، من فرانکفورت بودم، اون دوستالدورف، گفت رئیس یکی از این بانک‌ها، شعب بانک‌ها میخواد با تو رو ببینه. گفتم با من چی کار داره؟ گفت حالا بعداً که اومدیم بهت میگیم. دیگه گفتم خیلی خوب، فردا صبح من شب میام، فردا صبح بیاد دفتر تو. یه خانومی بود و یه آقای، خانم رئیس شعبه بود، آقا معاونش بود. گفت ما شنیدیم شما میخواین توی آلمان یه کار تولیدی را بندازین. من نمیخواستم، پسرم پوز داده بود که بابا من نکاح میخواد بکنه. گفت ما از شما اومدیم یه خواهش بکنیم، پروژه‌تون اول بدید به ما، اگر ما راضیتون نکردیم بدید به بانک‌های دیگه. همین خواهش رو از شما داریم. بهره وام چقدر؟ 1.8% در مقابل 20% ایران. به من ایرانی که اون موقع تو اروپا میگفتن اینا آدمای بدی هستن، میگه بیا آلمان یک کار را بنداز، 100 نفر شغل ایجاد کن، من وام با بهره 1.8% بهت میدم در سال. چرا نکردید؟ تو این سالها فکر میکنم زیاد به شما گفتن چرا؟ بله، یکی اینجا بوده که کانادا یک جمعی حدود 300 نفر ایرانی، عید نوروز بود، من اونجا بودم، پس خاطر کانادا بگم. بله حتما بگم که منم دعوت کردم. بعد به عنوان کارآفرین یا به عنوان ایرانی با عنوان 300 نفر توی هتل سخنران در مورد تاریخچه عید نوروز صحبت کرد. بعداً هم گفت که ما امشب یک مهمان داریم که با همه ما فرق میکنه. به من هیچی نگفتن، چه آشی برای من پختم.
و ما همه کشور ول کردیم، دیدیم این کشور به درد نمیخوره، آمدیم کانادا که وضعمون بهتر بشه. او تو همین کشوری که به درد نمیخوره مونده، ولی وضعش از تمام ما که تو کانادا این بهترتره. ازشون خواهش میکنیم بیاد اینجا میکروفون بگیره بگه چیکار کرده. آقای مهندس حمیدی. من پاسخ سوالمو گرفتم، هنوز خاطرتون رو تکمیل نکردید. خب چی گفتید پشت میکروفون؟ چرا همین من حرفامو زدم، خیلی حرفامو خوب گوش کردم. گفتم حالا که حرفای منو خوب گوش کردین، ازتون یه خواهش دارم. شما به هر دلیلی اومدید کانادا، مهم نیستش، یا دلیل سیاسی داشتین، یا دلیل مذهبی داشتین، یا دلیل اقتصادی داشتین، یا بچه‌هاتون اینجا درس میخونن اومدید بالا سر بچه‌هاتون باشین، اصلا دلیل مهم نیست. شما میتونید در کانادا زندگی بکنید ولی باعث افتخار ایران باشین. چجوری؟ شما سفور شهرداری هستید، سرمایه‌تون چیه؟ یک جارو. آقای مهندس حمیدی، من با یک جارو چجوری به ایران خدمت بکنم؟ اینجوری طوری کار بکن با این جارو. مردم محله‌ای که شما کار میکنی برن پیش شهردار محله. تو محله ما فقط سفور ایرانی باید بیاد. سفور ترک نمیخوایم، سفور آفریقایی نمیخوایم، سفور عرب نمیخوایم، سفور حتی آلمانی نمیخوایم که مظهر کار و انضباطه. سفور ایرانی میخوایم. استاد دانشگاه هستیم، بالاترین شغل. دانشجوها میرن پیش رئیس دانشگاه. اگر این درس و اون استاد ایرانی نده اعتصاب میکنیم. دانشگاه رو به هم میریزیم. اگه اینجوری بودین 1000 سال بمونید کانادا، باعث افتخار مملکتتون است. بعد به من گفتن تو یکی از شرکتات بیار کانادا. ما یک شرکت میزنیم 5% به سهم مجانی میدیم. گفتم نمیشه. 7.5% میدین. شیطنت کردم. گفتم نمیشه. آقا میشینیم مذاکره. گفتم نه شوخی کردم. نرخمون 5%. ولی من نمیتونم تا یک کارگر تو ایران بیکار باشه بیام برای کارگر کانادایی شغل ایجاد بکنم. حالا شما فرض سرمایه شرکت از 100 میلیون دلار، 5 میلیون دلار به من سهم مجانی میدین. بعدم گفتید 7.5 میلیون دلارش میکنید. $1 هم بدید من نمیام. من به شما پیشنهاد میکنم شما 1/3 این پول بیارید تو ایران. من مجانی یک شرکت براتون میزنم، مجانی براتون کار میکنم، حقوق ازتون نمیخوام. خودم من 5% سهم پول میدم میخرم. نامرده یکیشون قبول نکردم. گفتم حتی مجوز میگن که سودتونم هر ماه بفرستم براتون به کانادا. یک نفرشون قبول نکرده. خب سوال بعدی، در مسیر کارآفرینی چه کسانی بیشتر از همه شما رو اذیت کردند و چرا هیچ وقت در موردشون حرفی نزدین؟ البته در مورد من حرف نزدین کم لطفیه. من که زبونم آقای خسروشاهی شاهدن دیگه، همه جا حرفمو میزنم. خب گفتن چه کسانی بیشتر؟ من نوشتم دولت مردان زیرربط، بانک ها و فرهنگ خارجی پسندی و آموزش‌های استعماری. ولی همیشه حرف خودم رو زدم، ولی نرود میخواهنین در سنگ. در مورد آموزشان بعداً بیشتر توضیح میدم خدمت. تا امروز چند شب بوده که به خاطر فشارهای بیمهری‌ها یا مشکلات گریه کرده باشید؟ فشارها و بیمهری‌ها بسیار بوده ولی هیچگاه گریه نکردم، بلکه سخنرانی انتقاد و اعتراض نمودم. همین چند وقت پیشا بود ایشون لطف کردن من حدود 38 تا مشکل دولت رو ردیف کردم و فرمایشات مقام رهبری ره که اگر اون رو انجام میدادن این 38 تا مشکل ایجاد نمیشد. اینا رو کنارم گذاشتم. ایشون هم بعدشون چاپ کردن با نهایت شهامت و رشادت. میگم اگه میخوای صنعتگر بشی باید اول وطن پرست باشی، صنعتگر خوب بشی، البته صبور و پرتحمل باشید و در رشته سرمایه گذاری کنید که مورد نیاز کشور می باشد. ببینید وزیر صنایع و خیانت کرد، 840 تا مجوز تولید فرش ماشینی به کاشان صادر کرد. چه دوره‌ای آقای حمیدی است؟ زمان آقای نعمت‌زاده که ایشون مدتی معاون رئیس جمهور هم شدن چون این همه خدمت کردن به مملکت. دوره اول آقای روحانی دیگه حالا اوناش دقیقاً یادم نیست. خب چقدر ارز مملکت خارج شد؟ میلیون‌ها دلار پول مملکت برباد رفت. الان اون 800 تا کارخونه که تو کاشانن نصفشون خوابیدن، نصفشون هم یک شیفت و یک و نیم شیفت و 2 شیفت کار میکنن. این خسارت رو ایشون مثل که مجوز کیلویی صادر بشه یا رئیس جمهور به وزیری که مجوز زیاد بده جایزه بده. خیانت کردن به خاطر اینکه بگن ما این همه مجوز صادر کردیم. آیا مسئولان میتونن تولید کننده در ایران چجور نفس میکشد یا اصلا براشون مهم نیست؟ اکثرا نادان نیستن
ولی میدانن، ولی راه یا علاج رو نمیدانن، یا برایشان مهم نمی باشد، یا عرضه انجام کار ندارن. حالا از این سه تا یکیشو رو بخواید انتخاب بکنید، شما که به صراحت بیان هم معروف از جناب حمیدی، یا نادانن یا نمیدانن یا عرضه‌شون ندارن، از نظر شما کدومش؟ عرضه‌شون. ببینید اگه خودش ندونه، تو وزارتخونه 100 تا مشاور دارن، مهندس دارن. آقا این فنجون رو میگن اینجوری باید بسازی. توی که تو صنعت چینی تخصص داری، میشه ساخت یا نه؟ من وزیر نمیدونم، ولی میخوام بدونم اگه میشه ساخت بگم از این را بدین، اگه نمیشه ساخت بگم از اون را بدین. او کارشناسه بگه آقا تو ایران این موادش این چینیش نیستش، صرف نمیکنه از خارج وارد کنی، بهتره این فنجون از خارج وارد کنی، این به نفع مملکته. خب من همینه. مگه وزیر همه چیزا باید خودش بدونه؟ ولی وزیر باید مجری منتجات صحیح باشه. ببینید یه دکتر، شما کسالتی دارین، یه موقع بدون هیچ گونه آزمایشی به شما میتونه نسخه بده، یه موقع میگه نه باید آزمایش قلب ایشون، چشم ایشون، گوش ایشون، نبض ایشون رو من بگیرم که بتونم با اطلاع به اونا، تکیه به اونا نسخه صحیح به ایشون بدم. خب وزیرم باید هم میکنه بکنه. ما میتونیم به دکتر بگیم آقای دکتر چه بدونی که عکس قلب من بگیری نمیگی قلبم چیشه؟ اون دکتر با استفاده از عکس قلب من بهتر میتونه تشخیص بده. عقلش هم میرسه میگه برو عکس قلبت بگیر بعد بیا. آقای وزیر تو پارتی بازی کردن شدی وزیر راه، حداقل 2 تا کارشناس راههای مملکت رو بیار اینجا بغل دستت بشون، هر وقت خواستی حرف بزنی اول به اونا بگو من چی بگم بعد اونا رو بگو. کاری که مقام رهبری میکنه. مقام رهبری یک روزی 400 تا استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه خدمت ایشون بودن. خب خود ایشون که در همه علوم دانشمند نیستن دیگه، از مشاورینشون که در امر دانشگاه ها گفتن شما بهتر مشکلات دانشگاه ها رو بیارید به من بگید که من اینجا بکوبم به مغز اینا. بعد یه حرفا رو فرمودن آموزش های ما متناسب با نیاز روز مملکت نمی باشد، رشته های آموزشی متناسب با نیاز روز مملکت نمی باشد، تعداد دانشجو در هر رشته متناسب با نیاز روز مملکت. امروز میفهمید چه حرفایی گفتن. اونقدر فارغ التحصیل می‌ریزیم بیرون که اکثرشون کار نیست تو مملکت، پا میشن مهاجرت میکنن. ایشون 5 سال پیش پیشنهاد کرد یا جذب کارها و کسب کارهای غیر مولد میشن یا اون کار میشن. رشته‌های آموزشی متناسب با نیاز نمیباشد، مکان جغرافیایی تأسیس صنعت متناسب با نوع صنعت. یعنی ایشون تمام حرفایی که باید بگن گفتن. کی چیز کرد؟ کدوم رئیس دانشگاه حرف ایشونو گوش کرد؟ ببینید شما استاد دانشگاهی، وقتی که بهتون میگن که آقا شما داری سالی 1000 تا فارغ التحصیل میدی بیرون، 300 تا 250 تا برای این استان بسه، اونای دیگه همه مهاجرت میکنن، تو داری برای آمریکا خدمت میکنی. خب میگه اگر به جای 1000 تا 300 تا باشی، میگن 2/3 استادای دانشگاه رو اخراج کنین دیگه. من اخراج میشم، پس بگه که من اخراج. ببین کاری که حاجی بازاری هم امروز نمیکنه استاد دانشگاه داره میکنه. حدود 5 سال پیش تعداد استاد دانشگاه تصمیم گرفتن رشته نساجی را بندازن. من تنهایی جلوشون رو گرفتم، سخنرانی کردم اینور اونور که این استادای دانشگاه میگن 100 تا دانشجو میگیریم به رشته نساجی، 10 میلیون تومان ترم اول، 10 میلیون ترم دوم، میشه 20 میلیون تومان. 100 تا 20 تا میشه 2 میلیارد تومان. 200 میلیون تومان چه خرج میکنیم؟ 1 میلیارد 700 تومان میزنیم به جیبمون. یه حرفا من این وقت رو سرم گفتم، اونا دیگه نظر مشکلی نساجی نظر. خب غیر من چند تا نساج دیگه مگه نبود؟ سال 1402 1403 توی 5 نقطه مشهد به انگلیسی نوشتن 1402 ایام عید. 1400 عکساشو دارم، بخواید نشونتون بدم. حتما بعد از ضبط تو کیفمه، بعدم بهتون نشون میدم. خب من با این آقای ترابی خواهرزاده، من موبایل ندارم، میرفتیم هتل همای یک نهار بخوریم. اینو دیدم، گفتم یه عکس از این بگی. گفت میخواد چیکار کنی عکس اینو؟ گفتم تو بگیر، فضولی نکن. عکس گرفت بزرگ کردم. سردار نظری بود، استاندار خراسان. رو میزش نداشتم، کوبیدم رو میزش. گفتم سرداری تو و وطن پرستی من نبذار در کوزه آبشو بخور. ما تنها یادگار ایران باستانمون عید نوروزه.
روزی که ما عید نوروز داشتیم انگلیس‌ها خرم سوار نمی‌شدن. حالا به زبون انگلیس‌ها باید سالمون بنویسیم. دستور داد 24 ساعت عمل جمع کردن. سال 1403 دوباره تکرار شد. با دوباره رفتم باز همین. سال 1404 3 ماه به عید بود، روز فردوسی بود، من سخنرانی داشتم. یادم باشه موضوع دختر فردوسی رو بهتون بگم که اکثر مردم ایران خبر ندارن فردوسی یک شیرمرد، یک شیرزن داشته دختر. شنیدین شما؟ منم بار اولم میدونم. شما شنیدین؟ بله. من تو سخنرانی فردوسی وقتی اینو گفتم 200 تا خانوم بودن. اینا پا شدن اصلا کفش و کلاهشون می‌انداختن به هوا. از بس خوشحال شده بودن. اونقدر خانوما با من عکس گرفتن. می‌خوام با تو عکس بکشم. به نظر شما چرا بسیار از کارخانه‌داران فرار میکنن و شما مانده اید؟ چه چیزی در دل شماست؟ یک، میزان وطن پرستی و احساس مسئولیت آنها کم است. 2، میزان تحمل و مقاومت آنها در مقابل مشکلات کم است. 3، علاقه‌مند به مزایا و زرق و برق زندگی در خارج میباشند. یکی از ایناست دیگه. سوال 21. اگر قرار باشد فقط یک حقیقت تلخ رو امروز جلوی دوربین بگویید، آن چیست؟ حق ایران زمین این نبود. ما جز در کشور جاذبه‌های توریستی جهانی، جز در کشور آثار باستانی جهانی، جز در کشور سنگ‌های معدنی گران قیمت جهانی، جز در کشور میوه‌های باقی جهانی. رتبه اول فرش دستباف جهانی، رتبه اول پسته و زعفران جهانی. از نظر تعداد دانشگاه نسبت به جمعیت کشور رتبه دوم جهانی. این از نظر منفی میگم. نسبت آموزش تئوریک با آموزش‌های مهارتی در کشورهای پیشرفته مانند آلمان، بلژیک، فرانسه 20 تا 30% تئوریک، 70 تا 80% مهارتی. در ایران به قلابی میگن 36% مهارتی داریم. دستگاه 36% هم قلابیه. کارگری که تکنسیانی که با ماشین تراش متخصص ماشین تراش میشه، ماشین تراشش مال 50 سال قبل. امروز تو کارخونه من میاد ماشین تراش من 5 سال پیش از خارج وارد کردم. و این هواپیما روش دگمه داره. این میترسه به این ماشین دست بزنه. ولی میگیم ما اینقدر هنرستان داریم. تازه همین هم که داریم قلابی. توجه به کاهش مصرف و بینه‌سازی مصارف انواع انرژی ها و آب. استعمار نمیخواد. ما جزء کشور اول مصرف بیش از اندازه برق هستیم. چرا؟ استعمار دلش میخواد. ما 90% آب کشور صرف کشاورزی میشه، 10% صرف منازل و شهرداری ها میشه. در کشاورزی بخش غرقابی داریم، بخش قطره‌ای داریم. بخش غرقابی 2 برابر قطره آب مصرف میکنه که من پیشنهادم بود اون موقع که یک عده بریم پیش مقام رهبری بگیم آقا شما 1 سال مهلت بدین 2 تا کارخونه ساخت قطعات آب قطره‌ای ساخته بشه که بعداً سر کشاورز کلا نذاره، بعداً هم یه بانکی به کشاورز 35 میلیون تومان زمان وام بده، صرفه‌جویی که در مصرف آبش میشه نصف میشه مصرف آبش، 3 سال و نیم بعد کشاورز قسط آبش رو وامش رو داده دیگه، از اون بعد همش سوده براش. گفتم بگیم که شما بگو از 1 سال بعد کشت غرقابی حرام است. منتها یک عده گفتن نرو آقا جو. یک گروه مخالف هم میرن یک حرفایی میزنن، ممکنه ورق از اون ور برگرده. ما هم دیگه نرفتم که این موضوع بگم، ولی شما میتونید به عنوان یک رسانه بگید که آقا مصرف آب رو یک کمیته اساتید دانشگاه خیر سرشون، اساتید دانشگاه کجا بوده؟ ما هر چی میکشیم از دانشگاهمون داریم میکشیم. حالا به هر حال شما بنویسین اساتید دانشگاه متخصصین بررسی کنن که چگونه میشود آب کشور رو صرفه‌جویی کرد. از خلیج فارس بریم میلیاردها خرج کنیم آب برداریم بریم به کجایک بذاریم. بابا همینجا آبتون رو صرفه‌جویی بکنی، شیرای چیزی بذاری که دستت میره زیر شیر آب بشه. تازه اینا خیلی مبلغ کم، مقدار کمیه مصرف خانگی، حدود 6%. در حالی که کشورهای عربستان، امارات و ابوظبی روی نفت دارن غرق میشوند، سرمایه‌گذاری عظیمی روی صنعت انرژی خورشیدی مینمایند، ما نفتمون بشکه $80 داریم میفروشیم. یه بخشی از صحبتمون راجع به صنایعی بود که شما درش مشغول هستید.
اونها رو هم دوست داریم مخاطبینمون از زبان خودتون بشنون. خب فرش مشهد، چرم مشهد، صنایع بافندگی و نساجی که عرض کردید اخیراً ورود پیدا کردید بهش. ببینید من به دلایلی وارد این صنایع شدم. فرش ماشینی خدمتتون عرض کردم، دیدم بلژیکی‌ها نقشه ما رو می‌دزدن، میرن تجارشون که کارخونه فرش زدن فرش ما رو می‌بافن. گفتم منم باید وارد صنعت فرش شم. خوشبختانه الان که دیگه سالی 200 میلیون دلار هم صادرات فرش ماشینی کشور ایران داره، یعنی دیگه از این نظر خودکفا شدیم، یه ورم اون مقداری هم اونور پریدیم. در مورد دلسوزیتون از کجا نشأت میگیره برای ایران که تو همه موضوعات، حتی موضوعات اقتصادی که کارآفرین‌ها و افراد صاحب درآمد تمرکزشون رو میکنن روی اینکه سرمایه رو چند برابر کنن، همونطور که خودتون گفتید برن حتی در کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری مازاد انجام بدن. این دلسوزی شما از کجا میاد؟ ببینید که وقتی من هنرستانی که ساختم توی قلعه خیابون به نام سلیمانی، اولا چرا به نام سلیمانی ساختم که هنوز جواب یک در باید بدم. بگی به من گفتن که 50% پولو دولت بهت میده. حتی سردار سپاه آقای گرمیی هم زیر قرارداد منو با دولت امضا کرد. نامردا اسم سلیمانی رو من گذاشتم، یک قرون هم بهم کمک نکرد. من اون هنرستان ساختم، آموزشگاه فنی فیرم نیمه تموم تحویل دادم، اومدم بیرون. الان مشهد شهر اول تعداد معلول ایرانه و خب واحدایم که داریم فیاضبخش و فتح‌المبین اینا اصلیش هستن. من رئیس هیئت امنه این دوتا هستم و یک 40-50 نفرم خیر هستن که یک تیم من درست کردم که من اگه خودم تو چابل دادم همه اونا میپرن میگن حتما تو چا خبریه و تونستیم فیاضبخش رو با بودجه کمی که دولت میده در یک سطح خیلی خوب اینجا رو حفظ کنیم و نگه داریم. و فتح‌المبین هم همینطور. یکی معلولین ایران مشهد شهر اول ایرانه، یکی مبارزه با سرطان مشهد شهر اول ایرانه و مطبوعات این رو آگراندیسمانش باید بکنن که یکم مردم مشهد هم بفهمن که در 3 مورد مشهد شهر اول ایرانه، به خاطر که یک مش خیر اومدن این کارا کردن. نه من تنها، 30-40 نفر مثل من جمع شدن. سرطان ما آنکولوژی رضا داریم، بیمارستان ناظرانه داریم، مرکز رضا هم داریم که اینا به همت شما خیران عزیز هم تجهیز شده هم تجهیزات بروز تهیه شده. گسترش آموزشی مهارتیه که شهر مشهد باز در ایران اوله، یعنی از هر 100 تا جوون که دغدغه صنایعمون هم همینه. فرمودید مدرک دانشگاهی میگیرن، مهارت پایینه، خروجی لازم رو ندارن. یعنی چیزی که استعمار میخواد. ما دقیقاً من به وقتی با اون سرداری که من اجازه میده حرف بزنم میگم شما خائن هستین، میگه من برای چی خائن هستین؟ میگم ارتش وظیفش حفظ سرحدات مملکته، شما وظیفتون حفظ نظامه. اسرائیل میخواد جوونه ایران رشته‌ای فارغ التحصیل بشن که دیگه لازم نداره مملکت، بعد مهاجرت کنن. شما هم اجازه میدید اسرائیل به آرزوش برسه. خب شما یا نادانین یا خائنین. جناب حمیدی، آینده صنعت ایران رو و اقتصاد ایران رو چطور میبینید؟ آینده که میگم منظورم یه آینده دور و دراز 20-30 ساله نیست. آینده صنعت و اقتصاد ایران رو در 5 تا 10 سال آینده چطور میبینید؟ من یه موقع پیشنهادی داشتم، نذاشتم برم پیشنهاد انجام بدم به مقام رهبری که اجازه بدید یک دفتر پیگیری راهنموده شما توی خود بیت رهبری ایجاد بشه. شما در روز، هفته، ماه، سال یک راهنموده میکنید به مقامات. این دفتر بگه چند تا از راهنموده شما رو وزیر رو انجام دادن. اگه وزیری انجام نداده مؤاخذه بشه. نذاشتم برام میاد بگم به بیت رهبری. اون در بحث اجرایات شخص خودتون اگر در یه بعد از ظهری چای داغی ریختید، در منزل نشستید، آسمان آبی رو میبینید، اگر از خاطرتون بگذره برای 5 سال آینده، خودتون شخصا دوست دارید اگه شده در رویا 5 سال آینده صنعت ایران رو کجا ببینید؟ ببینید شما الان میخواید از مشهد برید به تهران، خب
ولی تو جاده مشهد به افغانستان دارید حرکت میکنید. بعد از من سوال میکنید که ما کی میرسیم به تهران. یعنی دارم مسیر اشتباهی میرم. پس شما معتقدید ما در ریل صنایع ایران و تولید ایران در برنامه استعمار اینه که ایران، ببین من مثال بقال خوشبخت و بدبخت گفتم بهتون؟ نه نگفتم. نگفتم به شما. بقال شما خونتون توی کوچه است، سر کوچه دست چپ دست راست یه بقاله، دست چپ هم یه بقاله. بقال دست راستیه به نون شبش محتاج، بقال دست چپیه توپ. شما میخواین جنس ارزون بخرید، از کدومی که دو تا بقالی میتونید جنس ارزون تر بخرید؟ اونی که به نان شبش محتاجه، فروشی نداشته، شب میخواد بره دست خالی خونه پیش زن بچه‌ش. حداقل شما جنس 100 تومانی میگید 95 تومن میگه بده، چون میخواد پول شما بگیره یک گوشت نونی بخره ببره خونه. خب حالا ایران فرض کنید بقالیه، نفت داره، گاز داره، سنگای قیمتی داره، اینو داره، اونو داره، اونو داره. استعمار در چه شرطی میتونه از اون جنس ارزون‌تر بخره؟ بقال بدبخت باشه. ما هرچی بقال خوشبخت باشیم استعمار ضرر میکنه. نفت آقا $100 قیمتشه، ما $85 نمیدم آقا، ازت نمیخرم، ما به درک تا 1 سال در چوها میبندم، وضعم خوبه، بعد میاد به قیمت که من میخوام بخره. استعمار دلش میخواد اقتصاد ایران بقال بدبخت باشه که بتونه هرچی از ما میخره با فشار بدبختی ما با قیمت ارزونتر از ما بخره. کسب و کار برای چیه؟ درسته که زندگی من باشه داره میشه، ولی محصول من باید تو ایران یا صادرات مصرف بشه. اگه نتونم مازاد بر نیاز ایران و مازاد بر توان صادراتی کارخونه تأسیس بکنم، میشه همین فرش ماشین کاشان، نصف ماشین کارخونه ها خوابیده. اینا مگه پول این مملکت نبوده؟ پول یزید که نبوده؟ این خیانت رو کی کرده؟ کسی که این مجوزات صادر کرده. یا آقای وزیر حداقل 10 تا مهندس کارشناس تو رشته نساجی داره تو وزارتخونه. خانم نصراللهی اولشه، اونای دیگه هم دنبالش. خانم نصراللهی چون حدود 20 سال مدیر کل بود، الان هم مشاور وزیر نگهش داشتن، چون خیلی خانم با تجربه‌ایه. خب وزیر باید کار میکرده. ببینید شما فرمانده ارتش هستید، دشمن تفنگی داره که بردش 400 متره، شما میرید 1000 تا تفنگ برد 200 متری میخرید. شما دارید خیانت میکنید یا خدمت میکنید؟ آقا قیمتش ارزونتره. آقا تو 200 متر مونده برسی به دشمن، دشمن تو رو زده، این خیانته. صرفه‌جویی برای مملکت کردن نیستی. آقا من 100 تا تفنگ خریدم، به جای دونی $100 دونی $50 خریدم، صرفه‌جویی کردم. تو پدر مملکت، اون دشمن 400 متری تو رو میزنه، تو تفنگ تا 200 متری نرسه نمیتونی او رو بزنی. چیزایی رو من باید بگم اضافه بر اینا خدمتتون. من تا حالا برای 2200 تا کارگر کارخونه خونه ساختم، مجانی نه ها، با شرایطی که با حقوقی که میگیره بتونه قسطشو بده. تو ایران یک خونه آرزو الان کی میتونه با حقوقش بره؟ تو ایران استاندار وقت اومده بود، یک مثلا اینا در طول زمان بود، مثلا یه واحد 125 یا 75 استاندار اومده بود، بعد اومد خونه که دید که آقای مهندس میشه اسم ما رو جزو کارگرات بنویسی؟ 2200 تا. الان اونقدر قیمت زمین گرون شده و بانک‌ها شرایط وامشون خرابه که الان دیگه به بنبست خوردن. یعنی پروژه قانون هم این بود که کارگر 5 سال تو کارخونه فرش مشهد کار کرد با تو خونه شخصی بشینه. توی این 6 7 تا واحد گروه هم جمعاً 2200 تا امروز خونه ساختن. احسن. به اون هدف گذاری رسیدید، محقق شد 5 سال کاره. بله اون کار انجام، ولی الان دیگه گیرپاچ کردم، نمیتونم. خودم هم ناراحتم. این کارگران با نگاهشون به من میگن که آقای مهندس ممکنه دوباره راه بیفته. چون ببینید من یه حساب کردم، یه کارمند دولت یا یه کارمند بخش خصوصی، حالا کارمند دولت بخواد، این اگه بخواد صاحب یک آپارتمان 2 اتاقه بشه،
45 سال 43 سال باید فقط هوا بخوره، هر چی حقوق میگیره پس انداز کنه که بتونه یه آپارتمان 2 اتاق خوابه بخره، مگر ارث پدر داشته باشه. خب مطبوعات اینا رو کجاشون می‌نویسن؟ حالا حرف منه یک نفرم بذارید تحقیق کنه، ممکنه 43 سال بشه، مثلا 42 سال یا 39 سال یا 50 سال، ولی بالاخره در حال عمری میگذره و این سرپناه ممکنه ایجاد نشه. بعد بالاخره وقتی 10 تا روزنامه کم کم اینا رو بنویسن، شاید این وزیره گرچه معتقدم اینا بی حرفات تکون نمیخورن، یا به گوش مقام رهبر برسه. جناب حمیدی خیلی لذت بردم از هم صحبتی با شما به عنوان یه نسل دوست داشتنی که واقعا من و هم دوره های من و بخش عمده از مخاطبان نخست تیوی مدیون زحمات شما پدران زحمتکش و میهن دوست و پرتلاشی هستیم که الان حضورتون باعث افتخار ماست.